در شهر خوجند نوروزی باستانی با شکوه و تنطنه تجلیل گردید. در این روز نمونه هنرهای قدیمی و ملی، محصولات نادر و کمیاب و دیگر اشیاهای نادر به نمایش گذاشته شد که هر کدام بیانگر رسم و عنعنه و بازگوی تاریخ کهن تاجیکان است. از جمله در رسته نمایش نمونه هنرهای قدیمی عرابه را به نمایش گذاشته بودند که آن تاریخ زیاده از 200 ساله داشته به عثمان و ناظم تعلق دارد. عرابه محصول دست گذشتگانمان بوده، پره با قوای دست ساخته شده است. قسم زیادی محصولات آن از چوب، انیخترش از چوب بیهی است. عثمان و ناظم این عرابه را از شهر اصفهان با نرخ 1000 سامانی خریده است. نامبرده آن را در شکل قدیمیش تعمیر نموده امروز آن را به نمایش گذاشت. به گفته او اصلا این عرابه برای حمل و نقل بار برای اسب ساخته شده است. عرابه امکانیت برداشتن تا 1000 کیلوگرم بار را دارد. این به دست من از شهر اصفهان باستانی آمده رسید. این آمدگیشند آنچه که ویرانه بود، این خودم با دست خودم آمده با درست کرده نوروزی پیشی خلق پیشکش کرده برآوردیم. طرز ساخت این عرابه بسیار تا چوب کاری هنری ملی تاجیک خودمو استاهایی که مثلا حاضر استاهاشون از بین رفتگی از حیات رفتگی اینها حاضر همون کوینی خودش گران از دیگه استاکاری کرده درست کرده راه بموندیم. تنورسازی نیز یکی از هنرهای قدیمی و ملی ما محسوب می‌یابد. تنور را بیشتر برای پختن نان استفاده می‌برند. این نمود هنر بیشتر خاص مردان است، ولی هستند بانوانی مثل فرزانه یونسова که به کلالگری و تنورسازی مشغولند. او رئیس سازمان جوانان کمیته محلی چارچراغ است. فرزانه یونسова ابراز داشت که چند نمودی تنور را آماده می‌نماید. تنور برای نانپزی، تنور برای سمبوسه پزی و غیره. من از خردی این کسب کلالی را پیش برده ایستادم و تا حال با این کار مشغولم. زیاده از 100 تا تنورها را ساخته و فروش برآوردم. خلق تاجیک دارای رسم و عنعنه و تاریخ بای و پرغناوت است. هر هنر و عنعنه بیانگر تاریخ طولانی و بای اجدادان ما محسوب می‌یابد. کلالگری، کندکاری، قراقدوزی، جامه‌دوزی و امثال این هنرهایی است که طول چندین عصر وجود داشته و تا زمان ما آمده رسیده است. در ایام نوروز نمونه از این هنرها به نمایش گذاشته می‌شود. نوروز رمز مهر و صلح، شکفتن و احیا و ترنمگر زیبایی و عنعنه‌های اجدادی است. آغاز کشت و کار، زنده شوی طبیعت به این روز فرخنده راست می آید. نوروز را نه تنها خلق تاجیکان بلکه تمام دنیا جشن می گیرند. نوروز فرخنده پی مبارک باشد. گزارش رستمبک احمدوف، زرافشان خوجموف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.